جانب محمود عربزاده فرزند شهید قاسم عربزاده به رسم ادب و احترام و به حکم وظیفه اخلاقی از لسان گرم خاندان معظم شاهد و ایثارگر حضور سبز شخصیت ارزنده و انقلابی و روشنبین جناب آقای مهندس میرحسین موسوی سابقه مدیریت موفق و دوران‌های سخت را در کارنامه خود دارند به استان لاله‌خیز گلستان و شهر دارالمؤمنین گرگان خوش آمد می‌گویم. خدمت همه خانم‌ها، آقایون، دانشجویان عزیز، همه اساتید محترم سلام عرض می‌کنم و باعث افتخار من هست که در استان گلستان هستم. موسوی حتما حاصل بهار تو قلبمون عشق و امید می‌کنه. نظام به همه اقشار اعتماد کرد، به همه قومیت‌ها اعتماد کرد، به همه جوانهاش اعتماد کرد به انقلاب می‌شد. خودم متعهد میکنم در مقابل مردم این هست که از نیروهای پرتوان استفاده کنیم. آقای مهندس در سالهای اخیر تلاش‌هایی شد که لوایحی به مجلس برده بشه که هنرمندای کشور داشتن حدود 600 نفر جمع شده. در نظام جمهوری اسلامی میتونه بسترسازی بکنه، میتونه امکانات اولیه بده، میتونه اون نوع امکاناتی که روزنامه‌های محلی لازم دارن تا یک کمی روزهای خودشون بیستن. حساسیت نسبت به سرنوشت خودتون و سرنوشت انقلاب اسلامی و سرنوشت اسلام در کشور ما باید همه دعا بکنیم که راه شهیدان را بریم، راه رزمندگان خودمون را بریم.